این زن روی صندلی آرایشگاه نشست. آرایشگر با شوک دید که روی پیشونیش یه چیزی نوشته شده و میخونه کمک کن. زن آرایشگر سری دستشو گذاشت روی پیشونی زن ولی دیر شده بود و نجفی شوهرش اینو میبینه. با عصبانیت کامل اومد جلو و خواست نوشته رو ببینه، اما وقتی آرایشگر دستشو برداشت نوشته پاک شده. آرایشگر میخواد بره یک حوله خیس بیاره و پیشونیشو تمیز کنه، اما در این فرصت جریان نجفی داداش رو به صاحب سالن اطلاع میده. نظافتچی پشت سر اونو حرفا رو شنید و یه فکری به کلش میزنه. آرایشگر سری برمیگرده و برای زیبایی بیشتر میگه که باید برای زنش یه ماسک صورت بذاره. زن وقتی داشت ماسک صورت رو براش تدارک میدید، نظافتچی به نجفی نزدیک شد و همه چیزایی که شنیده بود و براش تعریف میکنه. نجفی داداش سعی کرد به زور زنش رو از صندلی بلند کنه، اما نجفی وقتی ماسک صورت رو برداشت دید زنش با یکی دیگه عوض شد. مشخصه که در حالی که نجفی حواسش پرت شده بود، رئیس سالن جای خودش رو با زن عوض کرده. نجفی دیوانه‌وار داره فریاد میزنه و دنبالش میگرده. وقتی وارد اتاق تدارکات شد، بلافاصله اونو در داخل اتاق حبس کردن و پلیس در 100 متری اونجا بود.